ادامه بخش چهره‌های ماندگار. عبدالرحمن جامی پیشوای حوزه علمی و ادبی ماوراءالنهر و خراسان. استقلالیت دولتی تاجیکان که به مردم ما در 10 ساله آخر سده 20 میسر گردید، در تاریخ دولتداری و سرنوشت خلقمان گردش کلی به وجود آورد و به مرحله صفتا نوی رشد کشورمان آغاز بخشید. یکی از افضلیت‌های برجسته زمان استقلالیت این است که امروز ما امکان بیشتر و بهتری قدرشناسی کردن و همزمان با این معرفی نمودن فرزندان فرزانه ملت صاحب تمدنمان را به جهانیان در اختیار داریم. محض به همین خاطر استقلالیت دولتی را در راه خودشناسی تاریخی و ملی، احیای سنت‌ها و رشد علم و ادب تاجیکان میتوان مرحله درخشان و پر افتخار فرهنگ و تمدن ملی، دوران تشکل عقل و ذکاوت سازنده و ایجادکاری ارزیابی نمود. استقلالیت به اهل فرهنگ کشور امکان داد که در روند تلاش‌های گسترده به سرنوشت و مقام نیاگان خیش در مسیر تاریخ با دید عمیق‌تر نظر انداخته، توسط آفریده‌های تازه و ارزشمند نقش و نفوذ ملت تاجیک را در تاریخ جامعه بشری و تشکل مهمترین روندهای تاریخی و فرهنگی جهان متمدن با تابش‌های نو جلوه‌گر سازند. از فیض و برکت استقلالیت، صلح و ثبات و وحدت ملی، سمت‌های افضلیتناک سیاست فرهنگی تاجیکستان طرح‌ریزی و زینه به زینه تطبیق شده، جهت رشد استوار فرهنگ ملی فضای مساعد و آزاد فراهم آمد که این در شرایط معاصر خیلی مهم است. زیرا طور عالمان جامعه شناس خلاصه میکنند در عصر پرتضاد ما من بعد عنصر کلیدی هویت و استقلال نه ایدئولوژی‌های ساخته و روندهای محدود مفکوروی، بلکه تمدن و گفتگوی تمدن‌ها خواهد بود. بیشک عمومیت فرهنگی از هر نوع اتحاد ایدئولوژی برتر است و محض تمدن و پاسداری ارزش‌های والای انسانی می‌تواند بشریت را از بحران و کسادی معنوی رهایی بخشد. به این خاطر برگزاری سالگرد بزرگان علم و ادب و سیاست و فرهنگ ملی، قدردانی و حفظ میراث ادبی و فرهنگی از رکن‌های اساسی سیاست دولت و حکومت تاجیکستان صاحب اختیار به شمار می‌رود. در سالهای صاحب استقلالی ما توانستیم که یک سلسله معرکه‌های مهم علمی و ادبی و فرهنگی را با اشتراک دانشمندان و کارشناسان معروف وطنی و خارجی در سطح بلند بین المللی برگزار نماییم. تجلیل جشن باشکوه 1100 سالگی دولت سامانیان، 2700 سالگی کتاب مقدس اوستا، هزاره شاهنامه، 1310 سالگی امام اعظم، بزرگداشت باربد مروزی، استاد رودکی، ابن سینا، ناصر خسرو، کمال خوجندی، کمال الدین بهزاد، میر سید علی همدانی، استاد عینی و باباجان غفوروف از همین قبیلند. چون این چاره‌بینی ها نه تنها مورد بسیار مناسب برای شناخت عمیق و تحقیق و بررسی آثار علمی و ادبی می باشند، بلکه واسطه مؤثری در زمینه ارزش‌های ملی گذشته و معاصر تربیت نمودن نسل جوان و بلند داشتن سطح خودشناسی ملی محسوب می‌یابند. باعث افتخار همه ماست که سازمان با نفوذ فرهنگی یونسکو پیشنهاد جمهوری تاجیکستان را درباره برگزار نمودن جشن 600 سالگی مولانا عبدالرحمن جامی در سال 2014 پذیرفت و قرار داخلدار قبول کرد. ما را ضرور است که با آموختن و ترغیب و تشویق حیات و ایجادیات بزرگترین ادیب، عالم و عارف در تاریخ تمدنمان در عصر 15 نورالدین عبدالرحمن جامی عمیق‌تر مشغول شویم و از او شناخت فراگیرتر داشته باشیم. زیرا ایجادیات مولانا جامی بسا پروسعت و پرگنجایش بوده، سبق دائمی برداشتن و تحقیق و تحلیل پیوسته را تقاضا می‌کند. مهمتر از همه خود مردم به شخصیت و آثار و افکار مولانا ارادت و مهر مخصوص دارند. تا امروز
таҷлил гардидани ҷашнҳои 550-солагӣ ва 575-солагии ин олим ва орифи бузург дар пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе ва ба ифтихори ӯ номгузор шудани хиёбону мактабҳо, кохи ҳунар ва ноҳия дар кишварамон далели равшани ҳамин гуфтаҳоянд. бахши чеҳраҳои мондагор дар боби Абдураҳмони Ҷомӣ, пешвои ҳавзаи илмиву адабии Мовароъуннаҳру Хуросон идома дорад.